الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا. نام عبدالرحمن است. 55 سال میشه که دمی سایه مضبوطات نوعیش سر به سر تپه کارتینه و گذر 11 زندگی دارم. در این اواخر میبینیم که جنگلی به سطح خود بالا رفته، میکروب یک تکه کوچه را گرفته، گرمیان به شدت شده روز به روز. فقط هر کس که امروز امی سازماندهی کرده و هر کسی کمک کرده جهان سپاس میکنم که چی در خارج است و چی در داخل است. اگر امی کمک به می مردم بیچاره و غریبی که فعلا در سایه هفته و ششته هفته و مطراق کار نمیفته، اگر می کمک بر زمان شوه هم صاحب کار میشن، هم صاحب غمنان میشه، هم کثافت روی کوچه کل جمعوری میشه، کارشان رضایت داریم. بخصوص امروز که من میبینم که فعلا ساعت 12 بجه چاشت است. جهان سپاس میکنم، ممنون احسانشان هستم. به نمایندگی از سر تپه کارتینه و بخصوص گذر 11 یک بار دیگر از تماما کارمندایی که امروز نمیشه سم گرفته یک جهان سپاس میکنم با امید همکاری‌های بیشترشان در این مورد. القابض الباسط والمسعر الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والصمد السيد والمبين. من سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت تمام دوستان و همکارای عزیز ما. نام محمد حسین نگران عمومی حوزه تنظیف هستم. یک جهان تشکر از موسسه بنیاد خیریه جلال‌الدین محمدی بلخی که ما همکاری نموده که به تعداد 40 نفر هماهنگ ساختن از طریق پول نقد. دیگه ما از روز یک شنبه تا فی الحال 5 شنبه کار جریان داره. در قسمتی که ما قرار داریم زیر تپه دوست خیل عقب حوزه 8 پلیس گذر 25 است که توسط پرسنل می بنیاد کثافات جمع‌آوری میشه و علت آمدن اینجا به شکل کار میکنه از طرف اهالی گذر و مردم محل واقع شده بود، شکایت شده بود که اینجا موسم بهار نزدیک است، از طریق بوی تفاهم و کثافاتی که اینجا موجود داره می جمع‌آوری شود و انتقال شود. باز ما امروز الحمدلله یک گروپ از کارگران بنیاد خیریه را اینجا توظیف کردیم که شما حضور دارین. کثافات اینجا جمع‌آوری شده، روز شنبه توسط موتر تنظیف انتقال میشه. دیگه یک جهان تشکر، سپاس از بنیاد خیریه. دوستایی که کمک کردن از اتحادیه خیریه الیسان مقیم جرمنی است که پول روان کردن. خودت در مورد همین پروسه چی گفتنی داری که آیا همین کار ادامه پیدا کنه نکنه، چطور است، مثبت است منفی است؟ درست است. کسی که از خارج کمک همکاری کرده به این مردم بیچاره و بی‌زبان که در سرچه کار میکنه مزدورکاری یک جهان سپاس گزار هستم. چرا مثبت است؟ 100% مثبت است. بسیار کار خوبی نیکی کرده که با ما همکار شده و شهر خود وطن خود خاک خود پاکاری میکنه. یا بسیار راضی هستیم
100% نه که بیخی 1000% برای ما همکاری نموده و در آینده هم توجه جدی می‌خواهیم که همین دوستا هموطنای ما که در خارج هست همچنین برنامه را راه اندازی کنه و کار کنند. دیگه در 5 روز که مثلا ما حاجی صاحب اینجا کار کردیم از این بنیاد که ما کمک کرده از اون تشکری میکنیم. کسایی که همین پیسه را 3000 افغانی را بدل 5 روز که ما کار کردیم بر ما روان کرده تشکری میکنیم ازشون. تی خلکو تشکرات کو چې موږ سره کومک کړه د 3000 روپۍ د موسسې خیروا آینده هم باید وکړي. دلته خلک مشکلات لري، مشکلات را پیسې د 3000 روپۍ د څه کال تلويخت یا 50 ول کال ته باید زیات شي که موږ یاد کنه نور خلک کې باید مشکلات خلکو را پیسې د 3000 روپۍ سره آینده زیات کومک باید وکړي. خلک ډیر بیکاره مظلوم دي، روپۍ ډوډۍ ته حیران دي. څو کې مسکینان کراچوانی او هغه کې په څه کې مسکینان یې څه کومک باید وکړي. دا خپل د 3000 روپۍ موږ ته راکړي 15 ورځې لپاره د موږ هم کار روان دی او د مؤسسې هم کار روان دی د ښاروالۍ. دا حاجي صاحب کومک کړی ښه دی چې اوس صفایي کې کوڅې پاکېږي، هغه پاکېږي وروره خلکو ته هم صفایي ده، ښاروالۍ ته هم صفایي ده او د خلکو ته هم کار موجود شوی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیزی که کلیپ هم میبینن و حاضرین از این مجلس، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اتحادیه خیریه محترم الیسان که مقیم جرمنی هستند و همکار بنیاد خیریه مولانا جلال الدین محمد بلخی در کابل هستند لطف کردن مثل سال گذشته سال 1403 1404 برنامه در مقابل کمک برای انداختن و پولش روان کردن که از طرف زمین دوستایی که در این کار در این پروسه شامل بودن کارگرها و از طرف بنیادشون تشکری میکنیم. زیادتر برادرای افغانی که تاکسی دریور هستند در شهر مونشن جرمنی در این پول سهم دارن، خداوند خیرشان بده. واقعا این کار است که از این 40 نفر که پرسان کنی یک شام نمیگه که کار منفی است. تمام کسایی که در پروسه بودن به حساب کار میکردن، کسایی که از ناحیه 8 هستند در منطقه کورتینو و کسایی که ساکنین منطقه هستند، اکثریتشان این پروسه را هزار در هزار تایید کردن که این کار بسیار خوب است که هم صاحب کار میشن، پیسه یک لقمه نان برشان پیدا میشه، چند روز مصروف میشن و از طرف دیگه امرای شاروالی یا ناحیه شاروالی که بخش تنظیف تشکیلاتش کم است به او اندازه که نفوس کابل زیاد است به او اندازه نیست، کمک میشه در پاکاری ساحه اینا سهم میگیرن که این کار چند جانبه مفیدیت داره. از امو برادرای تاکسی دریور اتحادیه خیریه الیسان باز هم تشکری میکنم و در یک جمله برشان میگم خداوند از اونا راضی باشه. امو پول که روان کردن 1530 یورو از طرف برادرای تاکسی دریور است، 100 یورو از طرف خواهر ما آرزو آصفی است که در اونجا هستند در جرمنی و یک خانم که اونا جرمنی هستند، خانم تبع جرمنی هستند به نام فرو اوبلر نامشان است. اونا هم این پروسه را در این پروسه 100 یورو هم دارن که مجموعاً 1730 یورو بر ما روان کردن که ما برای هر کارگر مبلغ 3000 افغانی در بدل 5 روز کار تنظیفی تعیین کردیم که اینا روز آخر کارشان بود و فعلا اینجا جمع هستند. پرچار برشان توزیع کردیم، پولشان را توزیع میکنیم و بخیر رخصت میشن. با امید از اینکه ما شما بتونیم بار باری پروسه را پیش ببریم در آینده و دیگه کارگرها در نواحی دیگه کابل که ضرورت است امی پروسه را برا پرتیم. خداوند شما را خیر بده. تشکر میکنیم بازم. و حاجی صاحب هم در سهم داشتن به انتخاب کارگرها و پیدا کردن کارگرها در چند روزی که در ناحیه دمی کار جریان داشت اینا سرپرستی کردن و از خود مدیریت و عملیات تنظیف ناحیه 8 که این کار همکاری کردن، هماهنگی کردن، سرپرستی کردن، از اونها هم تشکری میکنیم. خداوند همه ما شما را توفیق بیشتر نصیب بکنه که با وطن خود خدمت بکنیم و در راستای خدمت به مستضعفین و هم مردم بیچاره و کارگر ما که بیچاره کار نمیفن کمک کرده بتونیم. الملك لا شريك والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم
والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير.